چرا عرب ها در سلیقه نامگذاری و در سلیقه نوشتن اسامی و افراد مشهور از ابن فلان همیشه استفاده میکردن؟ این سوال بسیار جالب است که در تاریخ عرب قبل اسلام پاسخ پیدا میکنه و همچنان در صدر اسلام. چرا عرب ها مثلا ابن سعد نمیگن محمد نامش بوده، میگن بچه سعد، یا به طور مثال ابن فلانی، ابن مسعود، ابن فلانی، نامش نمیگیرن، میگن بچه فلانی. میدونی چرا؟ بگو عزیز. پدرایشان معلوم نبود از من. باورت میشه تلخی روزگار چقدر عمیق بوده؟ به خاطر از اینکه اینا یک پدر را ادعا میکردن، اینا رو چند پدره میگفتن اکثریتش. به خاطر چند پدره بودن اینا تاکید بالا یک پدر میکردن. اونا دیدین که در مورد معاویه چی گفتیم؟ از من در 4 نفر آمده گفتن ما پدر معاویه هستیم. برو پدر از روز 4 تا پیدا کن، قرعه کشی کن. ابو سفیان پدر معاویه است یعنی چی؟ 4 نفر ادعای پدر بودن معاویه را کرده. مادرش با 20 تا مرد رابطه داشته، یعنی همزمان در یک دوره. به این خاطر اینها ابن فلان هستند. چرا؟ چون کسی را که میگفتن ابن فلان کس، گویا او اهلی ترین، افتخاردارترین یا مفتخرترین فرد او زمان بوده که پدرش معلوم بوده. یعنی برای عمر را بخوانین، ابوبکر را بخوانین، عثمان را بخوانین، یعنی سه تا خلیفه اسلام را. معذرت میخوایم، دوستان ناراحت نشن، همت ارسش حرامزاده است. اینال من ادعا میکنم سند حرامزاده خواندن و حرامزاده معرفی کردن عثمان، ابوبکر و عمر در گردن من. بیان اعلام مناظره کنن، بیان بگن که ما میخوایم در این باب مناظره کنیم. تحدی داده که جان در جان ما نمون. از سنگ صدا برآمد، از ملا صدا نبرآمد. نه خب تو هم خراب میکنین. حالا تو هر روز میری مسائل را پیش پایشان میمونی که اینا اصلا نمیتونن صدا بلند بکنن. از سنگ صدا بلند میشه، از اینا صدا بلند نمیشه. ولی خب ما هم شیرک شدیم. خب شیرک به چی خاطر؟ بعد از این اختلافات ما که عادی اینا را دانستم پویا، حالا با دل گرم تحدی برشان میتم، چون میدونم که هیچی نیستن. حرف اینجاست. ببخش پوان ملون امیرم بگم باز تو صحبت کن. نفر در برنامه برش نقل میدی که معجزه شق القمر، معراج پیامبر اینا معجزه هستن. بگی یاد کو. اصلا فکر کنی که فامیلی با یک فرد صحبت میکنی که کر باشه نمیشنوه. حرفم اینجاست. من خودم ددانش معجزه را میتم، میگم یک تا معجزه از قرآن معرفی کو. میگم چرا به طرف سوره قمر نمیری؟ قبلا شما شق القمر داشتین. از وقتی که نقد اسلام اومده شق القمر وجود نداره. شما قبلا مثلا معراج داشتین. برو به سوره اول اسراء، برو نه همو آیت را بخوان به مردم. پاک و منزه از خدایی که بندش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی برد و چی بسا بزرگوار است. تو بیا که ثابت کنم گو محمد نبوده اصلا. تو داری تا تخیل به مردم معرفی میکردی. لالا نه، میگه سوره حمد خودش معجزه برای محمد است. و خواین مگر سوره حمد را سوره فاتحه را محمد نوشته؟ هیچ وقت نویسین دیگه قرآن را شما به محمد دادین در این پروسه معرفی اسلام که ما خبر نشدیم. بسیار کار خوب کردین. شما دیگه با الله باور ندارین، شما محمد باور شدین. اینا رو دیدم دوستان که معجزات اینا هم تقلبی بوده. در هر بابی که اینا بخواین از این کتاب قرآن دفاع کنن، مونږ په خدمت کې یو او بس. سپاس تشکر از من.